بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران و مهتران. امیدوارم هر کجا که هستید هر لحظه زندگی شما گرمتر و زیباتر از لحظات گذشته باشه. در ابتدا به خاطر تأخیر به وجود آمده به علت نقص فنی از همه شما عزیزان پوزش می‌طلبیم. در خدمت جناب دکتر هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. جناب دکتر عرض سلام و ادب احترام از طرف خودم و بینندگان از بینندگان هست. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم هم خدمت شما و دستاندرکاران شبکه و همچنین خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و امیدوارم که ان ما رو در این برنامه هم مثل برنامه‌های دیگه یاری کنید و همراهی کنید. همراهی و یاری به این که پیام ما رو به دیگران هم برسونید، به عزیزان برسونید. اعملوا آل داود شکرا، از شیوه شکر نعمت الهی و نعمت فهم و درایتی که خداوند متعال به ما میده اینه که ما این نعمت رو به دیگران منتقل کنیم. در خدمت شما هستم استاد سلیمانی عزیز. خدمت از ماست. در برنامه‌های گذشته اگر همراه ما بوده باشید بعد از موضوع ازدواج و قیل و قال‌های شب ازدواج و ماهای اول ازدواج و سال اول ازدواج و آنچه که از مفهوم عشق و محبت و تفاوت اون در دید مرد و زن در ابتدای زندگی مشترک وجود داشت به همراه شما عزیزان صحبت کردیم. جناب دکتر در آخرین برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان بودیم، برنامه گذشته، یک قلبی آورده بودن، یک قلبی که ابعاد مختلف این قلب و عشق در اون رو برای ما و شما بینندگان عزیز به تصویر کشیدن و از قواعد و ضوابطش گفتن و امروز هم که وارد استودیو شدن یه دست کلید دستشون هست دیگه. حالا ببینیم جناب دکتر در این برنامه میخوان چه موضوعاتی رو مطرح بکنن. جناب دکتر این دست کلید شما یکات از چه دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. من حقیقتش امروز وقتی که داشتم روی موضوع برنامه فکر میکردم، قضیه کلیدهای عشق، دیدم که دختر خانمم یاد مادر بزرگ و کلیدهای مادر بزرگش افتاده بود، رفته بود یه دست کلید واسه ما آماده کرده بود، کاردستیشونه. حالا خیلی هم کلیدهای جالب و خوشگلی است. خب این موضوع برنامه ماست، دست کلیدهای مختلف که اینا هر یکیش یک کلیدی هست در راستای ساختن عشق در زندگی مشترک. که البته دونستن این، چون ما عشق رو در همه یا محبت رو در همه زمینه‌ها با همه افراد و اشخاص در جامعه نیاز داریم، خب اما در محیط خانه و خانواده خب بیشتر. پس این کلیدها رو یکی یکی انشالله میگیریم و امتحان میکنیم ببینیم به کجا میرسیم انشالله. همونطور که جناب دکتر اشاره کردن در برنامه امروز به همراه شما عزیزان می‌خوایم درباره کلیدهای عشق صحبت بکنیم، یعنی آنچه که برای فتح باب عشق در دل همسر نیازمندیم بهش و آنچه که به ما کمک میکنه اون قلبی که جناب دکتر در برنامه گذشته معرفی کردن و معنای عشق، چگونه میتونیم که این قلب رو باز بکنیم. کلیدهای عشق برای این هست تا دو همسر بدونن که چطور ما بهتر میتونیم که دل همدیگر رو به دست بیاریم. خیلی از این موارد رو شاید خودمون هم در زندگی داریم به هر حال تجربه میکنیم و یا مواردی هست که شاید ما برامون زیاد اهمیت نداره، شاید احساس میکنیم که زیاد تاثیرگذاری نیست در موضوع، تاثیرگذار نباشه در بحث ایجاد محبت و عشق و عاطفه در بین دو همسر. اما نکات مهمی هستن که جناب دکتر در قالب یک دست کلید نمادین برای من و شما آماده کردن. از اونجایی که احساس میکنم جناب دکتر این کلیداشون زیاد همون فکر کنم موارد زیادی رو مد نظر دارید، اجازه بدیم بریم سراغ این کلیدهای یکی یکی. همون کلید اول و مهمترین کلیدی که برای ما و بینندگان عزیز مطرح میکنید در باب کلیدهای عشق چیست؟ همونطور که شما استاد سلیمانی عزیز اشاره فرمودید، برخی موارد هست که ما اصلا با وجود اینی که خیلی مهمه و اصلا زندگی ساز هست، چون که ما فکر میکنیم آقا این چه ربطی به زندگی ما داره، چه ربطی به عشق و عاشقی داره، خب ازش در میگذاریم، چشم پوشی میکنیم، توجه ما رو جلب نمیکنه، در حالی که این اصل قضیه است. مورد کلید اول که باید هم اولین می بود
خب این کلیدا رو من همینجور به ترتیب گذاشتم. خب ترتیبش هم مهم هست. آره دیگه، انسان وقتی که دست کلید داره میخواد وارد ساختمون هم بشه، ترتیب کلیدها رو باید بدونه. اگه گهگدار دست کلید هست اما خیلی وقتا معطل میشه دم در، چون این کلید آخری رو میندازه به کلید دم در اصلی، حالا تا کلیدا رو یکی یکی عوض کنه کلی وقت میگیره. دقیقاً. کلید اول اسمشو میذاریم کلید عبادت. ما اصلا چی میخوایم؟ ما میخوایم یه دلی رو به دست بیاریم، با یه دلی ما همدل بشیم. بله. خب یه سینه گشاده رو به دست بیاریم، یک صفای روح و روان رو در محیط خانوادگیمون داشته باشیم، نمیدونم خدا رو در کنار خودمون داشته باشیم، بدونیم شیطونا رو فراری بدیم از فضای خودمون. اینه که اولین موردی که ما ببینیم خود ازدواج، خداوند متعال این رو یک عبادت قرار داد. ازدواج یک عبادته. نقطه این مسیر ازدواج هم یک عبادت هست. تا جایی که اون چیزی که به اصطلاح انسان تصور میکنه که اون شهوت هست، عشق هست، نمیدونم هر چی میخوای اسمشو بذار، اون رو هم صدقه و عبادت به حساب میاد. فی بضع احدکم صدقه، در همبستری صدقه است. صدقه یک عبادت بزرگی هست. صدقه یعنی چی؟ یعنی چیزی رو دادن، از دادنش لذت بردن و کسب رضایت الهی به دست آوردن. خیلی مهمه. اون تصوری که برخی دارند از قضایای مثلا روابط عاطفی یا جنسی به اصطلاح محیط خانواده و تصور میکنند که اینا حرفای بد دیگه، بی‌تربیتیه، نمیدونم این حرفا رو نباید گفت و از این حرفا، میبینیم که اینا نه، اینا اصلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما دستور میدن که این رابطه با بسم الله شروع بشه. بسم الله، اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خدا به نام الله، خدای بار الها شیطان رو از ما دور کن و به اون چیزی روزی که به ما ارزانی میدی، بچه‌ای که به ما میدی، روزی که به ما میدی، شیطان رو از اون هم دور کن. خب این یک فضای یک عبادی هست، یک قدسیت خاص خودش رو داره، چون که یه فضایی بود که اصلا کلا حرام بود، ترس بود، واهمه بود، دلهره بود و این فضا رو خداوند متعال یه فضای پر از عشق، صمیمیت، محبت، دوستی قرار داد. پس این یه تغییر و تحولاتی که اینجا وجود اومده، تغییر و تحولات الهی است. یک نعمت الهی است. یک نعمت الهی است. و جالب این است که وقتی که ما میدونیم ما دو تا قلب داریم، این قلب کجاست؟ در اختیار خداست. این القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن. قلب ها در دست خداست. یقلبها کیف یشاء. خداست که دیگه این قلبو هر طرف که بخواد تمایلش میکنه. اون عزیزی که میخواد بگه که من میرم خواستگاری، من دوستشون دارم فلان، من قبول ندارن، مشکل تو کجاست؟ تو این سبیلای کجت نیست، تو مال و ثروتت نیست. لو انفقت ما فی الارض جمیعا مؤلفت بین قلوبهم. اگر تمام دنیا در اختیار تو میبود، همه این رو هم زیر پایشون میریختی، نمیتونستی قلبه ها رو تکون بدی. میرید پیش یک کسی میگه بابا فلانی میلیاردره ها، میگه نمیخوامش. قلبه، اینجا حکایت قلبه. جای دیگه میری برعکس، آقا هیچی تو بساطش نیست، دختر دیوونه ای چیه اینه، میگه میخوامش. اینجا حکایت چی است؟ قلب است. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن. حالا من میخوام که این قلب برای من بتپه، خب باید کجا برم؟ باید برم پیش اون که اختیار این قلب تو دستشه. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر خداوند انسانی رو دوست داشت، جبریل رو صدا میزنه، جبریل من فلانی رو، اسمشو میگه ها، فلانی فرزند فلانی، فلانی با اسم فامیلی فلان، من دوستش دارم، اونو دوستش داشته باش. خب جبریل اونو دوست میگه. خب بعدش جبریل میبینه که فلانی رو خداوند دوست داره،
باید همه فرشته ها دوست داشته باشن. فرشته ها رو صدا میزنه که های فرشته های آسمون، خداوند فلانی فرزند فلانی و از فامیله فلانی رو دوستش داره، دوستش داشته باشید. چشم، تو قلب همه جا میگیره. یعنی یه چیزی که من میدونم یه عزیز من فلان چیزی رو دوست داره، من میدونم که مثلا بابام اگر فلان چیز رو بهش بدیم خیلی خوشحال میشه یا فلان شخص رو دوست داره، منم دوستش دارم چون بابام دوستش داره. بعدش فرشته ها میبینن که این اینقدر پیش خدا عزیزه، پس باید جایگاهش تو زمین هم مشخص بشه. یکی از فرشته ها مردونگی میکنه، صدا میزنه تو اهل زمین که آهای زمینیان مواظب باشید، خداوند فلانی رو دوست داره، حواسش رو داشته باشید. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح میفرمایند فیوضع له القبول، قبولیت برای اون، فضای قبولیت مهیا میشه، همه الان میخوانش. نه همون تعبیر قرآنی که الله تعالی فرموده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسی ایمان داشته باشه عمل صالح انجام بده الله تعالی رو محبوبش میکنه، محبتش میندازه تو قلبا. این انسان الان براش ودی گذاشته شده، براش محبتی گذاشته شده، همه میخوانش. اگه شما میگی که میری خواستگاری قبولت ندارن، اگر میگی که نمیدونم شوهرم منو دوست داشت حالا دوستم نداره، حکایت جای دیگه است. اینه که باید بگردی چطور این فضا رو به وجود بیاری، چطور خدا رو کسبش کنید که دل اون طرف مقابلم دست خداست. من دوستش دارم اون دوستم نداره، کجا باید برم جایی که اون قلب اون تو دستشه، در اختیارشه. ببینید همه یه مسیر زندگی ازدواج وقتی عبادت شد، میبینیم حرکت‌های ازدواجی عبادت هست، نمیدونم اولین دیدار 2 رکعت نماز هست، دعا هست. بعد از اون باید این در این فضا نذاریم که شیطان وارد بشه. تا به هر حال این 2 تا قلب هست، 2 تا دله، هر لحظه امکان داره یکیشون یا هر 2 تاشون واژگون بشن. طبیعی هست، این طبیعت قلب هست. طبیعت قلبه. حالا ما چطور اینو حفظش کنیم؟ اینه که با یه عبادت و به خصوص عبادت‌های مشترک. خب حضرت معاذ چیکار میکرد؟ معاذ میرفت نماز، خب نماز با پیامبر، نماز جماعت خوندن دیگه، تو مسجد نبی نماز جماعت خوندن دیگه چه ارزشی داره؟ اینو نمیشه که انسان از دست داد. میرفت تو مسجد رسول صلی الله علیه و سلم، اونجا نماز جماعت با پیامبر میخوند، بعد میرفت خونهش جماعت میخوند با خانواده‌اش. نمازهای مشترک، دعاهای مشترک، صبح که بیدار شدیم بشینیم با هم دعاهای صبحمون رو بخونیم، دعای بعد از ظهرمون رو با هم بخونیم، قرآن خوندن مشترک، یه وردی داشته باشیم روزی چند صفحه قرآن با هم بخونیم، قیام اللیل مشترک داشته باشیم. قیام اللیل مشترک اونقدر زیباست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تصویر میده به اون انسانی رو که مثلا بلند میشه و میخواد نماز بخونه، خانومش خسته از کم تنبلی میکنه، میاد یکم آب میریزه روش، یا خانم روی شوهرش آب میریزه. چقدر این صحنه های عبادی زیبا هستن. این صحنه ها چی میگه؟ اینا این تپش های قلب ها رو در کنار هم بیشتر میکنه و دیگر رو احساس میکنن. این حس رو به وجود آوردن که ما مال همیم، در عبادتمون با همیم، حتی در آخرتمون با همیم. اینقدر این پر رونق میشه که سفر زندگی خیلی زیباست. اما در این سفر، درسته که ما در یک سفری هستیم، خب مرگ چی هست؟ مرگ انتقال از یک سفر به سفر دیگه هست. یعنی چی؟ ما در مرگ، یعنی حقیقتش ما خیلی اصلا تصورمون از مرگ اشتباهه. فکر میکنیم پایان کار هست. مرگ چی هست؟ آقا ما تو مثل چند تا همکلاسی سر امتحان نشستیم، امتحان میدیم، رفیقمون قبل از ما برگشت رو تموم کرد، رفت تحویل داد و رفت، ما پشت سرش میریم. حالا یکم وقت من بیشتر مونده. خب این قصه اینجوری از حکایت مرگ. اما خب همین که رفت یعنی منو تنها گذاشت، خیلی سخته. اون هم اون ور خط تنهاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه صدیقه چی میفرمایند؟ میفرمایند عایشه
انه لیهون علی الموت. من احساس میکنم که مرگ اینقدر برام سنگین نیست، آسون شده. واسه چی؟ واسه این که جبریل به من اطلاع داد که تو در کنار منی تو بهشت چون تو با منی، پس من از اینجا برم بهشت غمی ندارم. میگم خیلی زیباست این محبت، ادامه داره. یعنی خیلی انسان وقتی که با یکی اینقدر گره میخوره دل کندنم آسون نیست، سخته. اما وقتی بهت بگن که آقا چند روز بعده، حکایت چند لحظه بعده. ببینید وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا میرفتن، خب یه چیزی تو گوشی به فاطمه زهرا فرمودن. فاطمه تو شنید، رنگش پرید، زد زیر گریه. بعد صداش زد، باز یه چیزی دیگه تو گوشش گفتن. آرام گرفت، لبخند زد، خوشحال شد. گفتن چی بود فاطمه؟ گفت که پیامبر سری و رازی رو به من بگه. خب شما نمیتونم فوش کنم. بعدها که خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفته بود، به رفیق الاعلی پیوسته بود، ازش پرسیدن که باشه راستشو بگو اون روزا چه خبر بود، اون حکایت چه بود فاطمه؟ فرمودند که بله پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من به زودی از این دنیا رحلت میکنم. خب وفات پیامبر چقدر سنگینه. بعد بهم گفت که در وقتی من ناراحت شدم و گریه کردم، بهم گفت که اولین کسی که از خانواده‌ام به من میپیونده شما هست. همینی که انسان احساس میکنه که دیگه از این قلبی که باهاش دوخته شده جدا نمیشه. بعد از یه زنگ تفریح با هم میرسیم، برمیگردیم به صلاح. این قضیه عبادت هست. این کلید خیلی خیلی مهم هست. خداوند متعال میفرمایند من آیاتی یعنی خلق لکم من انفسکم ازواج. یعنی این ازواج از چی هست؟ از آیات و نشانه های عظمت و رحمت و شفقت و بزرگواری خداست که این زوج مال توست. خب این رو باید حفظش کنی، این رو باید در کنار خودت داشته باشی. و مهمترین کلیدی که کمکت میکنه که اون رو داشته باشی، کلیدی چی هست؟ کلید عبادت. خب این کلید اولی بجام دکتر. حالا برای باز کردن در اصلی این به اصطلاح گلستان و این ویلای عشقی که حالا شما کلیداشو گرفتید و بخواید ما رو برید داخل، پس موضوع اول که مهمترین موضوع هست موضوع بحث عبادت هست. یعنی هر چقدر ما رابطه ما با الله متعال بهتر بشه، طبیعتاً رابطه ما با همسرمون هم زیباتر و بهتر میشه. از موضوع عبادت که بگذاریم، کلید بعدی که ما نیاز داریم چه کلیدی است؟ استاد سلیمانی عزیز شما یه لبخند بزنین. نم لبخند. خب حالا یکم اخم میکنین. من که همیشه اخمم هستم. نیاز نیست یکم اخم کنم. خیلی از بیننده میگن شما خیلی اخم میکنید. نه بیننده هایی که این حرفو میزنن واقعا باید کم لطف باشن یا کم ذوق. شاید همون چند دقیقه که من همینجوری ساکت نشستم همون میبینن. ببینید وقتی ما میریم جلو آینه وایسیم یکم به اصطلاح با خودمون لبخند بزنیم. بعدش در همون لحظه یه مقداری با خودمون اخم کنیم. چه احساسی میکنیم؟ این شعور واقعا به ما فرق لبخند و اخمو نشون میده. خیلی تاثیرگذاره. خیلی تاثیرگذاره که شما یه لبخند شیرینی همیشه بر دهنتون باشه، بر لبانتون باشه. من اتفاقا در همین تایید صحبت شما جناب چند روز پیش حالا پزشکی رو مراجعه کردم پیشش و انقدر ماشاءالله برخوردش زیبا بود برام و انقدر این لبخندش برام شیرین بود که اون روزم کلا یعنی شاید بگم که تا پایان روز مثلا کلا حال و هوای دیگه ای داشتم تو اون روز. فقط هی یادم میافتاد این برخورد قشنگش، اون لبخندش، اون برخورد شیرینی که داشت. خیلی تاثیر میذاره واقعا لبخند بر چهره، بر خود انسان و بر اطرافیان انسان. لبخند اولا یک شادی هست و وقتی شما این رو میخوای منتقل بکنی یه وایفا داره. فوراً وقتی شما لبخند میزنی اون طرف مقابل تصور کنی یه انسانی از شما خیلی عصبانی از فلان است اومده دعوا. خب شما میایید یه لبخند میزنی، فوراً این لبخند به صورت وایفا منتقل میشه اون طرف. اون دیگه که دوغ از فلان میبینی که شل شد. خب این قدرت
اون لبخنده. لبخند یعنی چی؟ یعنی من شادم، تو هم شاد باش. یعنی من میخوام همیشه روزمون با هم شاد باشیم. من لبخندی که از روی صداقت باشه دیگه، نیشخند نباشه دیگه. طبعا دیگه اون چیزی مثلا هر لبخند دروغین یا هر تصرف دروغین خود به خود لو میره. اینه که بسیار لبخند. ببینید که از صحابه میفرمایند که من کسی رو ندیدم که بیشتر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم لبخند رو روانش باشه. همیشه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چهرهشون بشوش و لبخند و چهرهشون بود. اصلا لبخند طوری هست که حتی اگر لبخند الکی باشه، تصویری باشه، شما ببینید یک آدمک میکشین یا نمیدونم لبخند واسش بذارین، تا همین شکل رو میبینین شاد میشید. همین نمیدونم قوسو چپش کنید همین شکلش زشت میشه. همون یه شکل است، یه دایره، یه چیز. واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما میفرمایند تبسمک فی وجه اخیک صدق. یعنی چی؟ صدقه یه عبادته، یک کاری است، یک چیز مفید انجام دادنه. کاملا. خب یک انفاق در راه خدا کردن است، بذل بخششه. این لبخند در واقع یه بذل بخششه. بخششی که یک نیروی عجیبی در طرف مقابل به وجود میاره، اون رو شادش میکنه و یک نوع رضایت خاطر، یک نوع احترام اینو به وجود میاره. حالا در محیط خانواده باید همیشه لبخند حاکم باشه. چهره در خانواده باید همیشه لبخند باشه. حالا عزیزانی که مثلا عادت نکردن، خیلی راحت است با هم بشینند اتفاق کنند که این هفته لبخندستان دیگه خونه رو بکنن لبخندستان. اجازه ندن در هیچ موردی اگر اتفاق افتاد اون هفته غیر از لبخند چیزی دیگه باشه. خب این لبخند خود به خود کمی سخت هست ولی شدنیه. بعد از یه هفته عادت میشه. خب بعضی عزیزان رو میبینین همیشه لباشون خندونه. این رو یه مقداری تمرین میخواد، یک مقداری خود رو کنترل کردن لازم داره. آره. بعد از اون میبینیم که عادی میشه، میبینیم که یکی از صفتهای زیبای طرف میشه. لبخند باعث میشه که غم و اندوهی که در چهره طرف مقابل هست زدوده بشه. لبخند اصلا لبخند درمانی هست. لبخند باعث میشه که اون زخمی که رو دلش هست اون رو به اصطلاح خودش هم اثرش رو خود فرد هست، هم در طرف مقابل. وقتی که به اصطلاح یک شخصی لبخند میزنه شما خود به خود احساس میکنید که باید دوستش داشته باشین، باید باش رابطه خوبی داشته باشید. شما تصور کنید تو کسی رو تو خیابونی جایی میبینید، خب همین که لبخند میزنه احساس میکنید که شما رو به طرف خودش جذب میکنه. حالا میبینید که اصلا نه زبان شما رو میفهمه، هیچ زبان مشترکی نیست، هیچی نیست، اما همین خود لبخند زبان است، یه پیام هست، سلاح بسیار قویه، بسیار قوی. حالا در میان بسیار زن و شوهر در محیط خانواده این لبخند یه تیری هست، تیر نگم، کلید بگم، یه کلیدی هست که هیچ در مقابلش هیچ قفلی، هر چند زنگ زده باشه، هر چند قفلی، قلبی که به صلاح مقداری مشکل داره خیلی داغونه دیگه، این لبخند میتونه دیگه همه زنگا رو به صلاح ذوب کنه، بسایه، صلاح و صیقل بده و جلا بده و اون قلب رو به دست بیاره. در هر وقتی که کدورتی بود، زخمی بود، فلانی بود، دیگه لبخند رو به عنوان یک عبادت، به عنوان یک به اصطلاح راهی برای احساس امنیت و آرامش دادن، این رو باید حتما استفاده کنید. من که جناب دکتر کاغذی دستم هست و قلم و همچنان حتما ان شاءالله بینندگان عزیز هم این کار رو انجام میدن و دارم می‌نویسم این کلیدهای دست کلید شما رو. گرچه فکر کنم قول این دست کلید رو به فرید دادید قبل از برنامه که از شما بگیره، من اگر اونو قول نمیدادید دست کلید از شما میگرفتم میبردم. اولین مورد عبادت، دومین مورد لبخند زدن، کلیدهایی که بسیار مهمن و بسیاری از تعبیر جناب دکتر قفل‌های حتی زنگ زده احساس درون ما رو باز میکنن. جناب دکتر کلید بعدی؟
کلید سوم رو اسمشو بذاریم زبان شیرین. حالا میخوای بذاری سخن شیرین، که تعبیر قرآنی کلمتون طیبه. کلمتون طیبه خیلی تعبیر قوی. یک کلمه، یک اصلها ثابت و فرعها فی السماء. واقعا چیز عجیبی هست. کشجرة طیبه. کلمتون طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. تؤتی اکلها کل حین. تؤتی اکلها کل حین، یعنی یک درختیه که خیلی همه جا میرسه. سایه‌اش پس چقدیه؟ و این درخت فصلی هم نیست، چون که تؤتی اکلها کل حین. بزن رب. یعنی در طول سال همش میوه میده. در طول سال همش سبزه. این سخن شیرین، حرف خوب همراه با لبخند، واقعا دیگه کدوم دلو که نتونه به دستش بیاره. خیلی داغون میکنه. وقتی که به اصطلاح انسان یک کلمه در همون اثری که هست، کلمتون طیبه صدقه، سخن نیکو چی هست؟ صدقه هست، عبادت هست. یعنی این کلید خیلی کلید خوبیه که ما همیشه خوش زبان باشیم، خوش گفتار باشیم. کجا میری عزیزم؟ آهای کجا میری؟ نشد. عزیز دارم کجا میری؟ کجا بودی؟ چطوری؟ وقتی که همین حرفایی به اصطلاح یکم حرفامون رو نرمش کنیم، چربش کنیم، چرب زبون باشیم. کجا؟ اونجایی که میخوایم یک قلبی رو به دست بیاریم که دیگه مال ماست. یعنی میخواد بفهمید که حالا مثلا در رابطه با همسر اگر انسان مقداری حالا تملقم کرد، کمی چرب زبونی کرد، کمی مزه پرون، زیاد مشکلی نداره. باید بپرونه، باید مزه کنه که زندگی لذت هست و زندگی شادی هست و خوشبختی هست و سعادت، و این کلید در این زندگی خیلی نقش داره. اگر جناب دکتر حالا شاید بعضی فکر بکنن که این طرف پر رو میشه، بهش رو بدم، حالا مثلا آقایون کمی جست حق به جانب میگیرن، من اگه به خانمم از این الفاظ بزنم و عزیزم و قربونت برم و فدات شم و زیاد قربون صدقش برم، روش زیاد میشه، پر رو میشه. یا مثلا آقا خانمی مثلا حالا خواهر میگه که اگه من مثلا جلوی شوهرم زیاد بهش رو بدم، دیگه فکر میکنه که چون آقای خونه است همه کاری خونه است و بعدم پر رو میشه. به این زن و شوهرها چه پیشنهادی؟ این زن و شوهرها من نمیخوام که جلوی دوربین بهشون بگم اما اشارتاً و آدم عاقل با اشاره هم میفهمه. شما که کنار همدیگه از همه چیز گذشتید، کنار همدیگه اونطور به اصطلاح در مقابل همدیگه به اصطلاح در حال همه چیز حد مرزی نموند و اینا، دیگه حرفا چیه؟ دیگه شما از پررو شدن چی؟ از رو گذشتید دیگه، رو هم گذاشتید کنار. خب الان این وسوسه‌های شیطانی رو اجازه ندید که بیاد این فضای صمیمیت رو به هم بریزه. وقتی من میگم که به اصطلاح من بهش رو نمیدم، پر رو بشه، به کی رو نمیدم؟ اون که شد من شدم اون. انسان به خودش میگه که من به خودم این کارو نمیگم تا پر رو نشم. خب زن شوهر مگه رویم براشون مونده پیشم که دیگه همینو میگم که حالا دیگه شما از همه چیز به وقتی گذشتید، وقتی که خداوند متعال شما رو لباس هم قرار داد، لباس تنتون رو انداختید دور و شدید لباس هم دیگه حالا میخوای چی مونده که مثلا بخوای پنهانش کنی و اینه که الان اینجا بهترین چیزی که هست از این کلید عبادی بهترین استفاده رو بکنیم. از سر صبح که از خواب بیدار میشیم تا شب همش حرفای نیک باشه، حرفای خوب باشه، حرفای شیرین باشه، حرفایی که به اصطلاح توش غم و اندوه نباشه، توش بدی و زشتی نباشه. ببینید تحقیر و اهانت نباشه. هیچو ببینید که ما اصلا حق نداریم حرف زشت بگیم، حرفی که به ما ربط نداره رو بگیم، غیبت فلان بکنیم. و قولوا للناس حسنا، برای همه مردم به همسر. اینجا دیگه فضای شیرینی هست. اونجا فقط به قولوا للناس حسنا، برای مردم چیزای خوب بگین، حرفای خوب بزنید. اینجا حرفای خوب شیرین بزنید. عالی دیگه. اینجا دیگه مرحله هست که دیگه قنادی باز کنید، خلاص دیگه قنادی سخن نیکو باز کنید و همه چیز شیرین باشه.
همیشه، حتی وقتی که عصبانی میشیم. چطور میشه وقت عصبانیت؟ وقت عصبانیت ما میتونیم بهش بگیم که الهی دست و پات بشکنه، میتونیم بگیم. خب اما میتونیم بگیم که خدا هدایت بده. خیلی کار بدی کردی، خدا ازت در بگذره، دوباره از این حرفا نزن، خدا ببخشد. همون تعبیری که الله تعالی خطاب به رسول صلی الله علیه و سلم داره اتابش، عفا الله عنک لما اذنت لنا. خداوند از سرت در بگذره، ازت بگذره، ازت گذشت. عفا الله عنک، الله تعالی از تو گذشت، اما چرا به اینا اجازه دادی؟ یعنی این که خداوند متعال به پیامبرش خبر میده که خداوند من ازت گذشتم، اما از این کارا نکن. خب ما اینجا میگیم که خب این کاری بدی بود کردی، حرف دیگران را نزن، خدا ازت در بگذره، بیا حرف خوب بزنیم، ما را چه به حرف فلانی و علانی، چرا غیبت مردم بکنیم، خدا ازت بگذره. یعنی مسائل جدی رو هم میشه در قالب یک سخن شیرین، بدون اینکه ما مثلا خیلی از مسائلی که مهم هست که یادآوری بشه بدون اینکه اینا رو فراموش بکنیم و پشت گوش بیاندازیم، اینطور نشه که فقط تو خود زندگیمون از اول تا آخر هر چی شد بخندیم و اینطوری شد خب خوب کردی، اینطوری شد اینطوری گفتم خوب کردی. نه، یعنی با رعایت مصالح مورد نیاز و با رعایت ضوابط شرع، حتی اگر نهی از منکر می‌خوایم بکنیم با معروف این کار رو انجام بدیم، با یک منکر این کار نکنیم. دقیقاً. اصلا ما می‌خوایم که یه چیزی اشتباهی رو اصلاح کنیم. یه اشتباه با یه اشتباه دیگه اصلاح نمیشه. درست. اشتباه همسر اشتباه من رو توجیه نمیکنه. کاملا. اما اینجا یک شیطانی وجود داره که باید این شیطان رو از سر راه بزنیم کنار. خداوند متعال میفرماید قل لعبادی یقولوا التی هی احسن. همیشه بگن چیزای خوب نه، چیزای خوبتره، بهترین رو بگن. چرا؟ این شیطان ینزغ بینهم. شیطان میاد در بین اینها به اصطلاح خطی میکنه، میاد اینا رو به اصطلاح بیجون هم بندازه، میخواد یک فضای آلوده ای رو به وجود بیاره. اینجاست که ما باید همیشه این فضا رو صافش کنیم. یعنی از این آیه برداشت میشه که شیطان برای اختلاف انداختن بزرگترین سلاحی که استفاده میکنه صحبت‌ها و کلام هاست. شیطان بیچاره هیچی دستش نیست. شیطان همه حرفی که میخواد بزنه، هر کاری که میخواد بکنه میاد وسوسه میکنه. میاد فقط شیطان یه چیزی که داره همینه که میاد یک کم این کارو بگو، تحریک کن. حالا وقتی ما بهش فضا ندیم، ببین خداوند متعال میفرمان به پیامبرش که به بندگان ما بگو که یقولوا هی احسن، یقولوا التی هی احسن، بگن اون چیزی که بهترینه. وقتی من بهترین رو میگم دیگه مجالی برای سوء استفاده باقی نمیمونه. حالا شیطان هر چه بخواد خرابش کنه، یه وقت هم منو شکست بده، میتونم میام از بهترین به بهتر. اما اگه من اصلا بهترشو گفتم، این حرفای خوب زدم، خوبترشو نزدم، خب احتمال پایینترش هست. اینه که من همیشه باید با زبان خوب، با زبان شیرین طرف مقابلم رو شکارش کنم. زبان در واقع یه دام هست. خب میبینیم خیلی ها تو چطور شکار شدن؟ با زبون چرب فلانی. با زبون چربی که داره چند نفر رو تو دام خودش میندازه. خب میگن یک زبونی داره ماشاءالله هزار ماشاءالله، بشینی پیشش شکارت میکنه. خب چرا این زبون شیرین زبون خانواده نباشه؟ این زبون شیرین وقتی که در فضای خانواده بود، دیگه اون خانواده عشق میشه، محبت میشه. اما یه موردی هست که خیلی از عزیزان به اصطلاح اون رو احیانا مطرح میکنن. آقا من خیلی خوش اخلاقم، شوهرم خیلی بد اخلاقه، شوهرم فلانه، شوهرم ملانه. ما این حرف رو نداریم. یعنی چی؟ یعنی اینی که شوهرم بده من بد باشم. یعنی من خودم حق بدم چون اون بده من در برابرش من این حقو ندارم. خب حق وظیفه من اینه که من این کلید رو خوب استفاده کنم. و این کلید عجیب کلیدی هست. کلیدی هست که آهن رو میشکنه. اگر قرار شوهر یا همسر خیلی بد باشه، بد زبان باشه، این کلید اون رو ذوبش میکنه، صقلش میده، صافش میکنه. بعضیا هستن که خب سنگ خاران یه مقدار بیشتر وقت میگیرن، بعضیا که زودتر راه میافتن، بعضیا که دلاشون خیلی زنگ زده است، نیاز هست که خیلی شما خوبی کنید. و همیشه هم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، همیشه جزا و سزا و پاداش خوبیه، اما وقت میگیره. خب
و خداوند متعال هم به ما فرمودند اگر شما میخواید به این خوبی برسید امکان نداره مگر همین که از زمین بدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز امکان نداره به خوبی های دست پیدا کنید مگر اینکه از جنس همون خوبی صرف کنید. من که اعتراض دارم که به اصطلاح بد زبان همسرم، راه حلش چیه؟ راه حلش این نیست که منم بد زبان باشم. من خوش زبونی کنم. یکی گفت من 2 تا بگم، نه این که نشد. هر چه بد گفت من ادفع بالتی هی احسن میکنم. من با بهترین، همش این کلمه احسن تکرار میشه. یعنی ادفع بالتی هی احسن نیست، احسن هست، یعنی با چیز خوب نه، بهترین. همیشه با بهترین من وقتی که پیش برم آخرش میبینیم شاید اون اصلا از محیطی که اومده، تربیتی که شده، تربیت اشتباه بوده. 20-25 سال به همون بدزبانی عادت کرده. حالا 25 سال این بدزبان رو من حداقلش باید 25 سال باید من احسن بگم تا حداقل برسیم به چی؟ به نقطه 0. بعد از اون میبینیم که دیگه اون منم که تربیتش میکنم. اینجاست که یاد میگیره. مثل همون کلمه طیبه، مثل شجره طیبه، یعنی خود شجره طیبه هم روز اول که محصول نمیده، نیاز داره هی صبر استقامت رسیدگی تا محصول بده. یعنی انقدر کلام طیب بگیم تا مثلا درخت بزرگ بشه، رشد بکنه و ثمراتش رو ببینیم. وقتی هم ثمره داد موقع دیگه هیچ وقت جاویدان است. خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید همین چند تا کلید فعلا داشته باشیم، عبادت و لبخند و سخن شیرین رو ان شاءالله میریم بیان برنامه میبینیم. برنامه بینندگان عزیز برمیگردیم. همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع کلیدهای عشق. همراه ما باشید. ممنونم. سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره رفتار با زنان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. در صحیح بخاری حدیث شماره 5185 و صحیح مسلم حدیث شماره 1468 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد نباید همسایه خود را اذیت نماید و شما را به نیکوکاری و خوشرفتاری با زنان سفارش می نمایم، زیرا زنها از دنده سینه خلق شده اند و کجترین قسمت دنده طرف بالای آن است. اگر بخواهی آن را راست نمایی شکسته می شود، اگر آن را رها کنی همینطور به صورت کج باقی می ماند. پس سفارش و توصیه مرا در مورد نیکی و خوشرفتاری با زنان قبول کنید. شوهر باید بداند که زن خصوصیات و صفات و اخلاق مخصوص به خود را دارد که در بسیاری از موارد با خصوصیات مرد هماهنگی کامل ندارد و چنانچه صبر و مدارا در بین نباشد زندگی به جهنم تبدیل می شود یا به جدایی می انجامد. دعای همبستری. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، لم يضره شیطان ابدا. در صحیح بخاری حدیث شماره 5165 ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر شخص هنگام همبستری با همسرش بگوید اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، یعنی به نام الله، الهی شیطان را از ما و از آنچه به ما عنایت می کنی دور نگهدار. اگر از آن هم بستری الله متعال فرزندی به او عطا کند، هیچ شیطانی نمی تواند به او ضرری برساند. حرام است که زن خود را در اختیار شوهرش قرار ندهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. در صحیح بخاری حدیث شماره 5194 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر شبی که زن از بستر شوهرش دوری کند و خود را در اختیار او قرار ندهد، فرشتگان همچنان او را لعنت می کنند تا اینکه به بسترش بازگردد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با موضوع کلیدهای عشق در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم و دست کلیدی که جناب دکتر آوردن تا ما ازش استفاده بکنیم در راه ایجاد یک رابطه سراسر محبت و احساس و عاطفه سالم با همسر. در بخش اول برنامه جناب دکتر به 3 شاه کلید اشاره فرمودن: موضوع بحث عبادت، و موضوع دوم موضوع لبخند، و موضوع سوم کلام و گفتار نیکو و شایسته و مناسب. جناب دکتر کلید 4. کلید 4 در واقع یک کلید بسیار مهمی هست و یه راهی است برای ایجاد محبت. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام فرمودند: الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. یه چیزی یادتون ندم که اگه شما اونو انجام دادید، کار بسیار ساده است، در بین شما محبت بیشتر میشه. فرمودن که این چیزی نیست که کسی نخوادش. بله یا رسول الله، چی هست؟ فرمودن افشوا السلام بینکم.
به هم سلام کنید، به هم دیگه سلام کنید. این نه فقط سلام کنید، افشو، یعنی این رو اینقدر پخشش کنید که فرهنگ سلام باشه. خود صحابه میگفتن وقتی ما با هم جایی میرفتیم، اگر از یه درختی می اومدیم کنار درخت با هم بودیم، سلام اول پرسی کرده بودیم، با هم میرفتیم جایی یه درختی جلوی رومون می اومد، من از این ور این و ایشون از این ور، سلام علیکم، دوباره سلام میکردن. اصلا فرهنگ سلام، وقتی کسی رو میبینی سلام میکنی، وقتی که از کسی جدا میشی بازم سلام میکنی. ما خداحافظی نداریم، ما سلام میکنیم دوباره، همیشه سلام هست. خب این فدا ببینید، حتی وقتی ما میریم به اصطلاح نماز میخونیم، در آخر نماز چی میگیم؟ السلام علیکم، السلام علیکم، این ور سلام، اون ور سلام، جلوی رو سلام، هر طرف سلام سلام سلام. یعنی چی؟ یعنی رحمت، یعنی صمیمیت، یعنی محبت. سلام در واقع همین یک احساسی رو به دیگران میدیم که شما از من هیچ گزندی به شما نمیرسه. وقتی میگم سلام علیکم، یعنی شما در کنار من در سلامتی کامل، از سلامتی کامل برخورداری، امنیت کامل دارید. ایشون هم وقتی سلام میده میگه که بعد من هم شما رو هیچ گزندی به شما نمیرسم. وقتی ما این حرف رو میزنیم، اصلا کلا این حرف سلام یه بار مثبتی رو در فضا به وجود میاره، در بین افراد تلقین میکنه. شما تصور کنید یه انسانی هست که خیلی هم از شما دلخور است، وقتی میری به اصطلاح سلام میکنی چی میشه؟ السلام علیکم، چطوری عزیزم، خوبید، سلامتی؟ بعد خداوند عوض میکنه، خیلی اصلا جو عوض میشه. اون جو عصبانیت، خفقان، اون نمیدونم ناراحتی که به وجود اومده، یهو یعنی طرف به اصطلاح سرد شما یک لیوان، یک سطل سلام گرم روش میریزید، خود به خود فضا خوب میشه. بعدش چی؟ بعدش خداوند متعال همین سلام رو یه عبادتی قرار داده که باز در این عبادت به ما یه جور ما رو تشویق کرده که از طرف مقابل کم نیایی ها. اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. یعنی اگر کسی به شما به اصطلاح سلام کرد، مواظب باش که ازش کم نیاری، شما بهترش رو بگو. خب اگه اومد گفت مثلا، خب عادتا وقتی ما میاییم کامل پکیج کاملش رو میدیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با یه لبخند. حالا طرف مقابل چی میکنه؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این که نشد فحیوا باحسن منها، این همون حداقل شده، این جواب شد. یعنی اینی که باید سعی کنه که بهترم باشه. اون لبخندش دو وجب بود، من لبخند یه متری بدم. اون لبخندش بود من به آغوش میگیرمش. اون لبخند بود من بذارم که حتی چشام صورتم بشاش بشه، به اصطلاح جوابش رو بدم. اون سلامی داد که یه مقدار نبره صداش، یه تون صداش یه مقدار به اصطلاح جالب بود، من تون صدام رو 200 برابر زیباتر و جالبتر بگم، حاج آقایی هم بگم، عزیزم بگم، نمیدونم آقای فلانی بگم، اسمش رو بگم. تو فضای داخل خونه مثلا چیکار؟ این نمونه الان مثلا این همه جاست، کلیه. الان تو فضای خونه دیگه نه، این اصلا گل سر سبد اینجاست که به سلام همش سلامه. از خواب بیدار شدیم سلامه، این ور رفتیم اون ور رفتیم سلامه. اما سلام تو خونه یه سلام خاص خودش رو داره. احیانا مثلا آغوشو در بر داره، احیانا بوسه هم در کنارش داره، احیانا لبخندش بیشتر هست، احیانا لمسی هم داره، احیانا یعنی اینی که به سلام فضای آرامش، فضای صمیمیت، فضای لبخند داخل خونه. آخه سلام داخل خونه سلام احوال پرسی که نیست. نه دیگه ما که دیگه همیشه کنار همیم. خب احیانا مثلا کسی از خانه از خارج میخواد بیاد داخل خونه، خب همدیگه رو تازه میبینن بعد از چند ساعتی یا چند روزی، این حال هوا از اینجا شروع میشه دیگه. حالا این یه باره، دو روزی یه بار، دو بار، سه بار صورت میگیره که به اصطلاح از هم دیگه جدا میشن و به هم میرسن. سلام جدایی، سلام خب به هم رسیدن هست. اینجا ما میبینیم که جناب دکتر بعضی وقتا هم اینجا مشکلاتی هست. طرف مثلا صبح رفته از خونه بیرون خسته و کوفته، شب میاد بیرون همینجوری که در باز میکنه، خانم
10 بار نگفتم چرا این دره رو باز نذار، چرا دره رو باز گذاشتی، خانم غذا چرا سوخته، خانم. اینجوری هم داریم دیگه. اینجوری اینا اونایی هستند که به اصطلاح این کلیده رو گم کردن، یعنی به جایی که با کلید باز کنن در خونه رو با لگد باز کردن. ببینید خداوند متعال به ما چی میفرمایند اذا دخلتم بیوتن، وقتی داخل خونه شدید، کلید دستتون گرفتید داخل خونه شدید، فسلموا علی اهلها علی انفسکم، در آیه دیگه هست که حالا اینجاست که خداوند متعال میفرمایند اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله. در پایان سوره نور داریم. در پایان سوره نور هر دو تا سوره نور هست، یکی در آیه 27 یکی در 60. الان وارد خونه ای شدید، کلید اون خونه سلام هست بر کی؟ در اونجا به ما فرمودن فسلموا علی اهلها، خب اون کسایی که تو خونه هست. اما اینجا به ما میفرمایند فسلموا علی انفسکم، از جانب تحیه تبریک و نمیدونم خوش آمدید از جانب خداوند. در اینجا فرمود وقتی میخواید داخل خونه بشید اجازه بگیرید و سلام کنید بر اهلشون. جای دیگه میفرماد وقتی وارد خونه میشید بر خودتون سلام کنید. یعنی چی؟ ما که بر خودمون سلام نمیگیم، میگیم که سلام بر خودم. ما بر اهل خانه سلام میکنیم. بله. خب اما این سلام چون که از طرف من یک به اصطلاح نیروی مثبت، آنچنانی انفجار نیروی مثبت در داخل فرد صورت میگیره. فایده اولش به کی میرسه؟ به خودش، به خود فرد. یعنی خود فرد اون اندوه و غم و خستگی، شما تصور کنید وقتی که از بیرون اومدی خسته کوفته، خب باید یه سلامی بکنی که سلام خانوادگی باشه دیگه. یعنی باید آدم قبل از اینکه وارد خانه بشه یه آمادگی بگیره، یه احساسی بگیره، یه کلماتی آماده بکنه، نه که همینجوری وارد بشه بعد عرفاً همینجوری چیزی بگه. وقتی میاد این سلامو میکنه دیگه کل اون نیروی منفی که بود، خستگی و اندوه و دعوا و منافعی که داشته، همش هوری میریزه، تخلیه میشه میریزه بیرون. خب این چه هست؟ این سلام تحیتون من عند الله مبارکتون طیبه هست. یک سلام مبارک پاک از جانب خدا بر خود فرد. این سلامی هست که داخل خونه هست. تحیتون من عند الله مبارکتون طیبه. یعنی یک این سلامی که بر من، اصلا خب من که بر خودم سلام نکردم، این اگر انعکاسش رو من هست، من این انعکاس رو اینطوری زدم انداختمش به طرف مقابل، پاسش دادم به طرف مقابل، اینجاست که ببین چه فضایی میشه. یعنی تصور کنیم از آدم با خودش تصور کنه وارد خونه شد، سلامی به اون نور به اصطلاح قدرت و پر انرژی داد، این سلام بر خودش اومد از کجا؟ تحیت من عند الله، یعنی از جانب خداوند یک نیروی سلامی بر اون اومد که وصف این نیرو در جانب خدا، از جانب خدا مبارک طیبه هست. و ایشون هم گفتن بر شما، بر خانواده. بسیار زیباست. حالا ببینی که این جو خانواده چقدر جو صمیمیت، محبت، احساس اطمینان، احساس آرامش میکنه. تو این خانواده‌ای که شما وارد شدی، خونه دیگه هم که به اصطلاح خانم خونه هم که از صبح که بیچاره جون میکنه، اداره مدیریت خونه خیلی سخت‌تر از مدیریت جامعه. سخته. خب یعنی در واقع خانم در خانواده مثل رئیس جمهور یک کشوری هست، اونم رئیس جمهور صادق، پر انرژی، پر کار. اگه انسان داخل خونه کار نکنه، شوهری داخل خونه کار نکرده باشه، شاید احساس نکنه. اما وقتی که مشارکت بکنه در کار خونه، اون موقع میفهمه که واقعا کار خونه آسون نیست. وقتی که شوهری که یه باری روز خانمش مریض میشه میفته، میدونه کار خونه یعنی چی. خب اینه که وقتی شما با این نیروی انرژی وارد میشین، فضای داخل خونه یه فضایی میشه به نفع شما. واسه همینه که خداوند میگه فسلموا علی انفسکم، یعنی شما در واقع سلام و این نیرو رو نه اینکه به طرف مقابل دادید، انعکاس این در خود شما هم هست. خب این فضای پر از عشق میشه، سلام دادن. اما این سلام دادن دیگه سلام دادن روتینی نباشه، مگه ما در سلام دادن یه فنی داره دیگه، فن و فوت خودشو داره. خب و فن و فوت خودش رو همین آیه قرآن کریم به ما نشون میده که خداوند متعال میفرمایند و اذا حییتم بتحیه، بله، اگر به شما سلامی گفته شد،
شما چیکار کنید؟ فحیوا به احسن منها. امروز به ما سلامی دادن، من بهترش رو گفتم، فرداش چی؟ فرداشو باز از امروزش باید بهتر بگم. بله. هر روزش ما در چی؟ در همین سلام دادنمون ابتکار به کار میبریم، تنوع بکن. چون این من باید دنبال بهترش باشم. خب من که دنبال بهترم، طرف مقابلم دنبال بهتره دیگه. خب پس باید هر روز سلام امروزمون از سلام فردامون پررنگتر و چربتر و زیباتر و خوشگلتر و با انرژیتر و با گلتر و با عطرتر و همه اینا باشه. روز به روز این سلام باید زیبایی و جمال و کمال و خودش رو داشته باشه. خب اینه که بعضی وقتا هست که خانم‌ها یک فلای خیلی بدی میکنن، خطای اشتباهی زیاد، یک خطایی که حالا خیلی خانمایی که فن این سلام رو نمیدونن. چه اشتباهی؟ مثلا وقتی میاد خودش رو میخواد سلامش رو پررنگ کنه، ها میاد از جمع خاله چیکار کرده، از صبح رفته خودش رو ژیگل کرده و نمیدونم لباس خوبی مثلا پوشیده و یا مثلا موهاشو درست کرده، اینا نیم ساعت یک ساعت نشسته جلوی آینه، میاد میگه که مثلا خب به من نگاه کن، چه تغییر و تحولی در من میبینی؟ چیزی بگم حالا آقایون ناراحت نشن، آقایون در این زمینه خیلی کودنن ها، پرتن اصلا نگوش میکنه. چند تا فوش به خودی بدیم به هر حال دیگه خانم از ما ناراحت‌تر نشن. خب این مثلا این جمله من که خانم از ما ناراحت‌تر نشن این اشتباهه. چرا؟ این از این فلایی است که ما از خانم‌ها یاد گرفتیم. خب که مثلا من دارم بهشون میگم که شما ناراحتی، در حالی که اونا ناراحت نیستن، خیلی هم خوشحالن. خب اما وقتی من گفتم ناراحتم دیگه ناراحت میشن. خود به خود دارم یعنی من دارم این فل خانم‌هاست که ما نباید از این فلاک بکنیم. خب ما هم از خانم‌ها یاد میگیریم. خب این وقتی میاد میگه که مثلا چه تو من چه تغییری کردم، خب طرف متوجه نیست، اصلا سرش پاش تو همونی از این چشاش سر جاش، بینیش سر جاش، گوشاش سر جا. خب خانم مثلا میگه من چه تغییری کردم، خب پس وقتی اشاره کردین خب اون منظورش لباسش نیست، منظورش موشه. خب میگه ماشاءالله لباست خوبه، یا ماشاءالله لباس 2 روز پیش رو تنت کردی، یا لباس شستی. این که جواب آقایونه، چیز جدیدی نیست. اما سلام به اصطلاح زیرکانه چه از وقتی خانم میخواد که به اصطلاح طرف رو خیلی بفهمونه، از شیر فهمش کنه، جوابو باید خودش تو دهنش بذاره. مثلا همین لباسی که مثلا من میخوام این لباس واسه پوشیدم، من خیلی خوشگل‌تر نشدم ها. طبیعه دیگه، شوهرم شوهرها خیلی تقلب میکنن ها، فوراً دیگه میفهمه که از کجا بخونه دیگه. من اصلا میدونه که دیگه به هر حال قضیه واقعا هم زیبایی رو میبینه، چون که اون وقتی میگه که من زیباتر شده. خب بعضی وقتا که خانم‌ها مثلا این قسمتشو یاد میگیرن، بعدیشو یاد نمیگیرن، که میگن خب نه حتما شوخی میکنی، با خدا راستشو بگو. خب بعد یعنی چی؟ یعنی تو ذوقش زدی؟ نه والا اینقدر زیبا نشدی، اما خب به هر حال خوبه، بد نیست. نامید نشو. اینه که خانم‌ها در قضیه سلام و در قضیه برخورد باید خودشون تقلب بدن. شیوه مثلا میخواد که مثلا بگه که موهام درست کردم، یا مثلا این کرمی که استفاده کردم، یا این لباسی که استفاده کردم، خودت بگو. خب حالا اگر مثلا آقای وارد خونه شد و حاج خانم تو آشپزخونه مشغوله، مثلا پیازا رو داره خورد میکنه، یک کارد و چاقو هم دستشه و قبلش هم داشته روغنا رو داغ میکردیم، مقداری هم بخته رو لباسش رو، آقا اومد بیرون و داخل خونه و بعد اینم با همین کارد و حالت اومد بیرون و جواب سلام داد. چی؟ خیلی خوبه. بیاد جواب سلام، اما از کجا داره میاد؟ از جای ادای مسئولیت داره میاد، از جایی که عشق اونجا پخته میشه میاد. پس نیازی نیست که همیشه، یعنی چون خیلی از خواهرها فکر میکنن وقتی که مثلا آقاشون میاد خونه حتما باید خیلی مرتب باشن، حتما مثل حالتی که داره میره مهمونی اون حالت رو داشته باشن. احیانا نمیشه، یعنی نباید انتظار داشته باشن آقایون یا
حتی شوهر انتظار داشته باشه که خانمش همیشه اینطور باشه، یا خانم سعی بکنه بیش از حد توان خودش که همیشه مثلا آقاش داره میاد، حالا این 10 دقیقه خبر شده 5 دقیقه بعد داره میرسه، بره بکنه کار زندگیشو، بره که خودش آماده بکنه. آیا نیازی هست این کار؟ نه اصلا. همین الانی که اومد خب بوی پیاز همه خونه رو گرفته، وقتی اومد بهش استقبالش کرد گفت امروز غذای مورد علاقت پختم. غذای مورد علاقش هم نیست، اما وقتی گفت غذای مورد علاقه، همون غذایی که خیلی دوستش داری، غافلگیرت میکنم، نه یا روز تو آشپزخونه، نه یا که اینجا دیگه میخوام غافلگیر بشی. خود به خود اون غافلگیر میشه. گفتم که آقایون خیلی چی ان؟ حالا من نگم شما. من خب نمیگم. خب نگیم، بهترم اینه که نگیم. آره بهتر نگیم. اینه که به اصطلاح آقایون اینجوری ان که خب شما باید تو دهنشون بذارید. وقتی شما گفتید ببین خانمی که میاد سر سفره یادش رفته که نمک بذاره تو غذا، خب وقتی بیاد سر سفره خانم امتحانش کنن، وقتی بیاد سر سفره بگه که امروز والله من حواس هم نبود یکم نمک بیشتر انداختم، غذا یکم شور شده، اما اشکال نداره میخوریمش. میبینید که آقای میخوردش، میگه حالا کم شور هست، حالا مثلا نمک نداره، خب میگه کم شور هست اما زیاد نیست، میشه گذروندش. خب وقتی شما بگید غذا چیه خوشمزه است، خوشمزه میشه. وقتی گفتی شوره، شور میشه. وقتی گفتی سوخته است، سوخته میشه. فلفلش زیاد میشه. اما وقتی که گفتی خوبه، خوب میشه. وقتی همین چیزو به اصطلاح به آقایون میشه به اصطلاح تلقینشون کرد. میشه خوبی‌ها رو یا اون چیزی که میخوایم خودمون باید نپرسیم، رو زبانش بندازیم، تقلب بدیم. خب این فضایی میشه که پر از صمیمیت، پر از مهر و عاطفه و خوبی. خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید همین 4 تا کلید فعلا نگه داریم. فکر کنم که اگر نوبتی هم باشه نوبت سوال‌های بینندگان عزیز هست. 4 تا کلید رو جناب دکتر معرفی کردن: کلید عبادت، کلید لبخند، کلید خوش زبانی و خوش سخن بودن، و موضوع 4م ابتکار و تنوع به خرج دادن در ابراز سلام در آغاز اون رابطه اولی، و اینکه از این اصطلاح هم بتونیم استفاده بکنیم. من عزیزانی که با ما به صورت زنده تصاویر ما رو از طریق فیسبوک مشاهده میکنن میتونن که همزمان به صورت زنده سوالها و نظرات و پیشنهاداتشون رو با ما در میان بگذارن، و عزیزانی هم که از طریق صفحات تلویزیون میبینن همچنین از طریق خود فیسبوک باز و از راههای واتساپ و تلگرام، و در طول هفته هم میتونید از طریق حالا به صورت زنده اگه برنامه رو شاهد نیستید در تکرار مشاهده میکنید، میتونید باز از همین راههایی که برای شما عزیزان عرضه کردیم میتونید با ما نظرات، پیشنهادات و سوالات و انتقاداتتون رو در میان بگذارید. حتما در برنامه مطرح خواهد شد. جناب دکتر اگر اجازه بدید بریم بحث رو همینجا نگه داریم به همراه شما عزیزان، و ان شاءالله در برنامه بعد عزیزانی که مشتاق هستند که تو ان شاءالله همه مشتاق هستند در این باب، در باب پیگیری بحث کلیدهای عشق که هنوز 11 تا کلید دیگه جناب دکتر دارن و فقط 4 تاشو گفتن، و این دسته کلید رو اگه می‌خواستیم تمام بکنیم شاید این وقت برنامه کامل اجازه نمیداد و سوال‌ها باقی میموند. و همین 4 تا اکتفا می‌کنیم، بقیه‌اش در برنامه‌های پیش رو. جناب دکتر بیننده پیام فرستادن که اگر زن آدم با یک کسی دیگه ای رابطه داشته باشه، دل بده قلبه بگیره به قول خودشون، و انسان بفهمه، چی کار باید بکنه؟ ببینید در این موارد متاسفانه آقایون خیلی اشتباه پیش میرن و به خاطر اینی که طبیعت خانم ها رو درک نکردن فکر میکنن که همون طوری که خودشون این ور اون ور دل میدن، این لغزش در آقایون بیشتر هست. بله. و طبیعی هم هست در آقایون اینی که به اصطلاح در پی بیش از یک شخص باشه، این چون که قلبش توانش این رو داره. در خانم ها این وجود نداره، اینی که به اصطلاح هر زنی فقط با یک مرد که همون شوهرش باشه دل میده. حالا اگر این مرد نتونسته بود به اصطلاح این فضای عشق رو در خانواده به وجود بیاره، این فضای محبت رو به وجود بیاره، این خودشه که به اصطلاح جای خودش رو تو قلب همسرش خالی گذاشته، کسی دیگه تونسته اینجا رو پر کنه. بهترین و به اصطلاح مسئله اینجاست در قضیه زناشویی همیشه یک نوع راه گریزی هست و اون هم راه به اصطلاح با معروف هست. اگر هیچ راهی نیست، طرف میدونه که من نمیتونم با این زندگی کنم،
فتسریح به احسان. خداوند متعال میگه که آقا همینطور که به خوبی جمع شدید به خوبی از کنار هم جدا بشید. این در حالای بنبستی هست که نمیشه حلش کرد، اما در حالتهای شک و اینا باید شک رو دورش کرد. و هم زنی که به اصطلاح احساس میکنه که شوهرش رو شک داره، خب که این برای آقایون خیلی پیش میاد، خب باید اون زن سعی کنه که چون که مصدر شک خودش بوده این شک رو برطرف کنه. و مهمترین موردش همین است که این کلیدهای عشق رو عملاً، کلیدهای عشق گفتاری نیست، عملی است. اینها رو به صورت تطبیقی، به صورت عملی رفتاری اینا رو نشون بده. کمبود اینها باعث شده که شوهر شک کنه. وقتی که سلام شوهر رو شما تلخ میدید، سلام کسی دیگر رو شیرین میکنید، خب طبیعتاً این به وجود میاد. با عرض پوزش خواهش میکنم. حالا برای آقایی که همچین موردی به وجود اومده باید این فضا رو خودش، این مشکل رو با هم بشینن و براش راه حلی پیدا کنن و در صورتی که نتونستن با هم اتفاق نظر داشته باشن باید از هم جدا بشن. وقتی که به صورت زنه گفت که من تو رو نمیخوام، خودش هم نمیخواد، بهترین راه جدایی است. اما اگر زنه انکار کرد حتما بدونید که صادق است، چون که نیازی نداره که به صلاح دروغ بگه. و این اصلا مسیری هست که برای زن تحملش هم سخته. یعنی زن برای این که به صلاح بتونه یک شخص دیگه رو در قلبش جا بده، این فضا برای زنها مهیا نیست مگر در فضاهای آلوده خانوادگی. یعنی وقتی که مثلا زن و شوهر یا فضای خانواده، فضای افلام یا فیلم ها و تلویزیون های مبتذل هست، خب این خود به خود اینجا یه بارگیری منفی میشه. خب راه حلش چی است؟ راه حلش کلید اول عبادت. در فضای عبادی همه این مسائل حل میشه. یعنی یک فضایی در خانواده ایجاد بشه که یک فضای عبادی باشه. اگر این فضا نیست، خب اگر همچنین موردی به وجود اومد کاملا طبیعی است. شما خودت وقتی که اینجا به اصطلاح 4 تا کولر روشن کردیم، خب هوا سرد شد دیگه، حالا راه حلش چیه؟ اینه که اینا رو ببندی. وقتی گرما وجود نداره دیگه از خودت باید بنالی. دقیقاً. خیلی ممنونم جناب دکتر. بیننده دیگری بعد از سلام و ابراز محبت فرمودن که در زندگی مشترک زن و شوهر بعد از گذشت چند سال رغبت آقایان به رابطه همبستری همچنان پررنگ است، در حالی که رغبت خانم‌ها فروکش میکنه ظاهرا. در این باب اگر فرمودن که اگر شما مقداری توضیح بدید که آیا واقعا این گونه است و دلیلش چیست؟ این دلیلش طبیعت خلقت الهی است. نمیشه روی این به اصطلاح حرف زد که به اصطلاح چرا این گونه میشه. طبیعی است که به هر حال عمر در افراد تاثیر میذاره و عادتاً آقایون در عمر 40 سالگی یه بار جوانتر میشن، یک نوع به اصطلاح رفرش میشن، طبیعی هست. واسه همینه که به افرادی که هم که غالباً در فی ازدواج به اصطلاح مجدد میشن در عمر دوربر 40 سالگی در فکر ازدواج مجدد میشن. و وقت افرادی هم که بهشون توصیه میشه که برای ازدواج مجدد میگن که در به اصطلاح همین حال و حوش 40 سالگی. اینه که به اختلاف عمری بین آقایون و خانم ها واسه همین مطرح میشه که باید آقایون حداقلش یه 4-5 سالی از خانم هاشون بزرگتر باشن تا 9-10 سال حتی و بیشترش هم. واسه همینه که به اصطلاح طبیعتاش به اصطلاح وقتی که مثلا فاصله عمری اینها 10 سال با هم فرق کنه، در 40 سالگی اینا یه نوع توازنی به وجود میاد. بعد از اون زیاد هم این آقایون دلخوش نباشن، این مدت زمان زیاد واسه شون ادامه پیدا نمیکنه. اینه که در این مسیر خانم هایی که به اصطلاح به خصوص خانم هایی که شوهرای کم سن و سالتر از خودشون گرفتن یا بنا به دلایلی به دلایل بیماری های مختلف اینا باعث شدن که این قضیه در اونها کم رنگ تر بشه، به خصوص خانم های کمزا، خانم هایی که به اصطلاح فرزند کم میارن به این به اصطلاح دلیل که آقا نمیدونم شکسته میشیم فلان، اینا همه حرفای مردم هست. هر چی که این طبیعت خلقت خداوند هست. خداوند متعال میفرماید که نساؤکم حرث لکم. این تشبیه خیلی مهم هست. تشبیه یک زمینی که ما اون رو میکاریم. یه زمین رو امسال من کاشتم،
خب در بعضی به اصطلاح مسائل این کشاورزا بهتر میدونن، یه سال دیگه یه چیکار میکنن؟ چیز دیگه میکنن. خب یعنی یک سال دیگه این زمین رو به اصطلاح میذارن که نیرو بگیره، سال بعدش باز میکنن. اما اگر گذاشتیم این زمین رو 2-3 سال نکاشتیم، چی میشه؟ یه ویرانه میشه. خب اون قدرتی که ما میخواستیم این پررنگتر بشه، پربارتر بشه، کمتر شد. خانم های کمزا همین مورد رو دارن، این لطافت به اصطلاح خودشون رو از دست میدن، قدرت های عاطفی خودشون رو از دست میدن، اینا زودتر در قضای عاطفی پیر میشن، در حالی که مثلا خانم هایی که هر 2 سالی 3 سالی مثلا یک به اصطلاح انجاب دارند، یک فرزند دارن، اینها در این قضای عاطفی همیشه پررنگتر و نیرومندتر هستن و شوهرهاشون بیشتر با اونا هستن. اما اونایی که این مورد رو دارن باید سعی کنند، اگر میخوان که این فضای عاطفی همچنان پررنگ بمونه، شما قدرت ندارید، اینجا سعی کنید که یک همراه دیگه برای شوهرتون مهیا کنید. من این رو همیشه توصیه میکنم به خاطر اینی که ما میخوایم یه فضای پر از عشق باشه. خب وقتی که این فضا شما نتونستید پرش کنید، خواه ناخواه کسی دیگه پرش میکنه. کسی دیگه وجود نداشت، چی وجود میاد؟ یک نوع این ماشین یه لنگ دو لنگ میزنه، یعنی این به اصطلاح شوهر یه چیز کمی داره، زندگی با مشکل پیش میاد. یعنی اون اینه که مثلا در همچین مواردی خانم ها باید سعی کنند که کسی رو برای شوهرشون انتخاب کنند که بتونن در این فضا یه خواهر دیگه‌ای در کنارش باشه، یک عزیز دیگه‌ای در کنارش باشه، این فضای پررنگ عاطفه به وجود بیاد. و الا مشکل ساز میشن. این عزیزی اینطوری که به اصطلاح اشاره کرده، این تقریبا قاعده کلی است. حالا موردهای استثنایی اگر پیدا شد، اینا حالتهای استثنایی هست که مثلا خانم از نظر مثلا جسمانی اینا خیلی قوی تر باشه، مرد بیماری‌های بنا به بیماری‌ها و بنا به شکست‌هایی که در زندگی داشته اون ضعیف‌تر باشه، یا شکست‌های عاطفی که در قبل از ازدواج داشته و عادت‌های مثلا خود ارضایی اینا داشته که بعداً دچار به اصطلاح یک نوع ضعف‌هایی میشه که اینا به هر حال حساب اون جداست و کاری است که خودش کرده و خودش مسئولیتشو باید تا آخر عمرش هم تحمل کنه. خیلی ممنون. بیننده دیگری فرمودن که ببخشید خانم من لحاظ نماز و روزه خیلی خوبه ولی لحاظ معرفت خوب نیست، یعنی احترام برام قائل نیست. من یک کارگر هستم، صبح که میخوام برم سر کار خبر نداره من کی میرم سر کار، نه صبحانه خبری هست و نه بقیه موارد. دلم میخواد سر کار باشم، اعصابم راحت‌تر بشه، ولی وقتی که منزل میام همش از یک جایی شروع میکنه و میخواد که منو راهنمایی کنه و این سبب ایجاد مشکلات بین ما شده. چیکار کنم؟ همین گفتیم عزیز من که کلید چندم بود؟ کلید چهارمی بود. سلام. قبل از سلامش کلید به اصطلاح لبخند و اخلاق خوب. شما اصلا از خانم چی میخوای؟ احترام میخوای؟ احترام هم رسیدن به احترام هست. هر چه به شما بدی کرد شما 200 برابر به خوبیت ادامه بده. این یک آزمایش الهی است و همیشه در آزمایش الهی ما یک جانب به اصطلاح دو تا زاویه داریم. یکی هست زاویه به اصطلاح آزمایش ابتلای الهی، یکی هست عبرت گرفتن از این ابتلا. خب وقتی که مسلمان ها شکست خوردن تعجب کردن، بابا ما که دیروز فرشته ها با ما بودن، پیامبرم با ما است فلان، ان هذا این شکست از کجا اومد؟ کل هو من عند انفسکم، از پیش خودتون هست، راه حل هم پیش خودتون هست. وقتی که شما احترام میخواید باید احترام بذارید، به خانمت احترام بذارید، به در و دیوار خانواده احترام بذارید، به خوب و بدای خانواده احترام بذارید، اطرافیان احترام بذارید. احترام احترام احترام. آخر چی میشه؟ آخر این خانمت که این کارو میکنه، خب این یک فرهنگی داره، یه فرهنگی این رو به اصطلاح تربیت داده. شما باید با اون فرهنگ بجنگید و جنگش هم با بی احترامی نیست. با بی احترامی نمیشه احترام ساخت. خب این نیاز به راهنمایی نیست، نیاز به صحبت نیست. خب مثلا الان ایشون گرایه از این داره که خانم ایشون احساس مسئولیت نداره ظاهرا، اینجوری که مثلا اینجوری صحبت میکنه که من نمیدونم من کی میرم کی میام، نسبت به آنچه که شوهر نیاز داره. خب به هر حال این خانم از یه خانواده اومده که همچین فضایی بوده. یعنی این احساس نمیکنه که داره کار بدی میکنه،
یا احساس نمیکنه که مثلا این کارش بی احترامی هست اصلا. بله. خب اینجاست که این رو باید با سلوک، با رفتار، گفتار اگر گهگداری آمد و غیر مستقیم آمد، بهتر از اینه که مستقیم بیاد، چون این یاد نگرفته که مثلا حرف شوهر رو بشنوه. شاید هم از نظر عمری و اینا با هم چیز دارن که یا طوری به تربیت شده که فکر میکنه که بسیار نباید کسی بهش حکم کنه یا حرفی بزنه. پدرش اینجوری بوده، مادرش به اصطلاح همه کاره خانواده بوده و حرف مادر بوده. این فضا باید ما خودمون با سلوک و رفتار این رو درست کنیم، با خوبی درستش کنیم. اگر هم میخوایم به اصطلاح پیامی رو برسونیم، بیشتر اینه که این پیام رو از راه یک قصه بگیم. والا امروز رفته بودیم سر کار، یک دوستی دارم آقای سلیمانی، نگو این وقتی میاد اینقدر مرتبه. خب من میرم میگم که آقا سلیمانی یک صبحانه ایشی، میگه نه من سر صبح خانمم برام غذا درست کرده بود، نمیدونم صبحانه چی، همیشه از صبحانه‌ای که خانمش براش درست میکنه تعریف میکنه، خوش به حالش. خب اصلا بهش نگه که شما درست نمیکنی فلان نمیکنی. وقتی بدونه خانم بدونه که عشق از کجا میاد، شادی از کجا میاد، شما خیلی من اصلا میمیرم برات، اما وقت دلم میخواد که صبحها با هم بشینیم صبحانه بخوریم که دیگه اصلا خوشم میاد دیگه، اصلا خب هضم میکنم که کنار تو صبحانه بخورم. خود به خود اون هم دوباره مشکل حل میشه. مشکل رو با یک مقداری فن و فوت کرد. فن و فوت میخواد. خیلی ممنون. بیننده دیگری فرمودن سلام خوبید؟ الحمدلله ممنون از شما. از یک دختر خانم خیلی خوشم میاد و میخوام باهاش ازدواج کنم اما قبولم نمیکنه. چیکار کنم؟ خواهشاً یک رأی پیش پای من بگذارید. خواهشم کرد. عزیز من، اگر قلب این دختر خانم دست من می بود، فوراً اون رو به طرف شما جهت دهی می کردم، قولم میدم، اما متاسفانه دست من نیست. پس دست کیست؟ گفتیم دست خداست. بله. پس کلید عبادت عزیز. کلیدت اینه که خدات رو به دست بیاری. وقتی خدا رو به دست آوردی، اون قلبی رو که میخوای خداوند مهر و محبت تو رو تو اون قلب میذاره. اگه خداوند حکمت رو در این ندید که بهش بده چی؟ اگر خداوند حکمت رو در این ندید که به شما بده، چون که شما خدات رو به دست آوردی، خود به خود حرف خدا تو میشنه. بهتر از اون بده. خداوند بهتر از اون بهت میده و اون چیزی که توش حکمتی نیست رو از شما دور میکنه، در حالی که شما رضایت قلب دارید، رضایت خاطر دارید. خیلی ممنونم از شما. بیننده دیگری فرمودن که سوالی داشتم. وقتی که رفتم واسه خواستگاری چند تا سوال از من پرسیدن و گفتن اگه دخترمون قبول بشه دانشگاه میره دانشگاه. من گفتم مشکلی نیست، الانم دانشگاهه، الانم رفته دانشگاه، ولی من دوست ندارم بره دانشگاه، سر کار نیستم. بهش میگم مرخصی بگیره، الان وضعیت مالیم خوب نیست، حرفمو گوش نمیکنه، میگه از دانشگاه خودم نمیگذرم. برادرم هم رفتن خونهشون ازدواج کردن، خواهرم ندارم، من پسر که کوچیک خانوادم. خودش هم قبلا گفته بود که پهلوی مامانت میشینم، الانم حاضر نیست و در خوابگاه زندگی میکنه. من نمیدونم چی کار باید بکنم، خواهشاً راهنمایی کنید. اولا عزیزم، شما یه شرط و شروطی گذاشتی، باید به این شرط و شروط پایبند باشی. خب اینی که به اصطلاح دختر خانم خدمت مادرت نمیکنه، این وظیفش نیست. خب اینی که به اصطلاح حرفت رو نمیشنوه، این مشکلت. اینی که دانشگاهشو بیشتر از تو و حرف تو میگیره، این مشکل توه. چرا؟ نتونستی در قلب اون از دانشگاهش عزیزتر باشین. خب وقتی که تو اومدی با نهی و نمی این کارو بکن اون کارو نکن حرف میزنی، خب همچنین میشنوی دیگه. باید در این محیط یک فضای از عشق و صمیمیت و خوبی به وجود بیاریم تا اون اگر بدونه که رفتنش به دانشگاه باعث ناراحتی شما بشه، خود به خود نمیره. خب شما نتونستید این فضای از محبت و عشق رو به وجود بیارین. وقتی بدونه که به اصطلاح کلید محبت شما، که اون که عاشق شماست و میخواد که بیشتر در قلب شما جا پیدا کنه و میدونه که مادر بزرگترین شاهراه هست برای رسیدن به قلب
به اصطلاح پسرش یا همون شوهره. این خود به خود اون میره اونقدر به مادرت خدمت میکنه، چون که میدونه که هرچه به مادرت عزیزتر باشه تو قلب تو عزیزتره. تو نتونستی این فضا رو به وجود بیاری، راه رو از سر نو شروع کن. از سر نو یک محبت و عشق و صمیمیتی بهش نشون بده. چطور من اصلا باورم نمیشه طرف شوهر داره میره تو خوابگاه میخوابه. خب یعنی چی؟ یعنی اون بالشی که تو بغلش میگیره از تو گرمتره. پس عزیز من، مشکل نه مشکل بالشه هست و نه مشکل دانشگاه، مشکل خودته و نه مشکل خانمت. چرا ازدواج کرد؟ اون ازدواج کرد که در کنار تو باشه، عشق تو باشه، عشق اون باشی، اما نتونستی این فضا رو به وجود بیاری. کار روز از رو، روزی از نو. این کلیدا رو از ما بگیر و انشاءالله خاصتا دو تا برنامه پیش از این هم ما در مورد محبت و عشق در خانواده سخن گفته بودیم. اون دو تا برنامه رو حتما بشنو و با کلیدای ما همراه باش. خیلی ممنون. بیننده بعدی فرمودن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صحبت شد که کامل پاسخ بدیم. من دختری هستم 21 ساله. چند شب قبل با شوهرم با خانواده شوهرم دعوام شد. من از کارم پشیمونم. رفتم پیش پدر شوهرم ولی اون منو نمیبخشه. شوهرم که اصلاً من جوری خانواده خودم با اونا دعوام شد و خیلی پشیمونم و نمیدونم چیکار بکنم. لطفاً راهنمایی کنید. خیلی ساده است عزیزم. شما وقتی دعوا کردی بهشون نگفتی من با شما دعوا میکنم. دعوا رو کردی. یعنی چی؟ دعوا رو نگفتی، دعوا رو کردی. دعوا انجام شد رفت دیگه. حالا میخوای چیزی که کردی رو با گفتن پاکش کنی. فعل رو با قول نمیشه پاک کرد. نه اصلا. شما گفتی، اگر بهشون میگفتید که های من با شما دعوا میکنم، بعد میومدی میگفتی ببخشید من معذرت میخوام، قضیه حل میشد. اما چون که دعوا رو کردی باید معذرت خواهی هم انجام دادنی باشه. دعوا یک سلوک بود، یه رفتار بود، یه فعل بود. الان معذرت خواهی هم باید سلوک و رفتار و فعل باشه. چطوری؟ یعنی الان بیا با خوبی کردن اون بدی رو که انجام دادی از ذهنها پاک کن. چیکار کنم؟ بهشون خوبی کن. به پدر خانمت خوبی، به پدر شوهرت خوبی کن، به خانواده‌اش خوبی کن. میدونی که چی دوست دارن همون کارو بکن. خب این کلیدهای محبت رو با ما همراه باش، با لبخندت، با عبادتت. قلب‌های اونها که برگشته دست خداست. خب از خدا بخواد که اون قلب‌ها رو برگردونه. خب با نیکی، با عبادتت، با لبخندت، با سلامت، با مثلا دستبوسی، با همه اینها اونها رو خود به خود اونها یادشون خواهد رفت که شما بدی کرد. خیلی ممنون. بیننده بعدی فرمودن که بنده چند مدت پیش کتاب روانشناسی راجع به ازدواج میخوندم و راجع پیش از ازدواج و در یک جا بحث از افرادی کرده بود که برای ازدواج مناسب نیستن. مواردی رو که میخوندم متوجه شدم در من صدق میکنه و ایشون اشاره کرده داخل پرانتز انحراف جنسی و میخواستم بپرسم برای درمان این بیماری چی کار باید بکنم؟ خیلی میترسم. آیا از نظر شرعی مشکلی نداره برم پیش روانپزشک و مشاوره بگیرم ازش؟ رفتن پیش پزشک برای هر بیماری اشکال نداره، به هر حال یک به اصطلاح شیوه درمانی هست. اما در مسائلی که به اصطلاح قضایای اخلاقی هست، اینها مشکل فردی است. مشکل بین بنده است و خداش و ما توصیه نمی کنیم که مثلا شما برید پیش یک پزشکی و بهش بگید که مثلا من فلان مرتکب فلان گناه شده. این گناه رابطه بنده است با خداش. خود بنده این رابطه رو به هم زده، الان بیاد توبه کنه و هر گونه توبه‌ای در پیش خداوند متعال پذیرفته شده است. اینه که شما اول توبه کنید. هر گونه مشکلی داشتید وقتی شما بخواید، انتخاب با شماست، شما بخواید خوب بشید خوب میشین، شما بخواید به همون مسیر که داشتید و ادامه بدید دست خودت هست. توبه کن، برگرد پیش خدا، با خدا رابطت رو صمیمی کن و خواهید دید که این مسائل کلا حل میشه. و یکی از راه حل ها هم بعد از توبه اینه که ازدواج کن تا اون مسیر منحرفی که رفتی رو اصلاحش کنی. چرا یک کاری رو که حرام میکردی، دلهره داشتی، ترس داشتی، بحران ساز بود برات،
چرا نیایی در یک مسیر پر از عشق، پر از صمیمیت، پر از عبادت همون نیرو رو اینجا مصرف کنیم که یک مصرف درست و سالمی باشه. حالا جناب دکتر مثلا برخی از موارد ما داریم که احیانا خب به هر حال چه از هر دو طرف، یکی از دو طرفین حالا مشکلاتی داره که در رابطه حالا مثلا رابطه جنسی بیشتر یه سری مشکلاتی وجود داره، حالا مشکلات ضعف جسمانی است یا مشکلاتی است که اصلا بحثی به موضوع بحث فساد اخلاقی یا این موارد هم نداره، یعنی پاک زندگی کرده، اما به هر حال این طرف اون طرف دچار مشکلاتی شده و احساس می‌کنین که شاید این موارد جزء مواردی نیست که بره مطرح بکنه با یک پزشکی یا با یک روانشناسی. حالا تو همین مسائل حتی تو اخلاق و رفتار برخورد با همسرش آیا مانعی وجود داره که بره مطرح بکنه؟ ببینید در قضایای به اصطلاح به خصوص ضعف جنسی، در ضعف جنسی بیشتر مواردی که هست اوهام هست، یعنی 97% افراد بیمار نیستند، چون گمان میکنند بیمارند احساس هم میکنند که بیمارند. باید اولا به خودشون نیرو ببند و این گمان رو از سرشون به اصطلاح دفع کنند. دفع این گمان به چه صورت میشه؟ شما میتونید به اصطلاح اون بعضی از غذاهایی که نیرو بخش هست، به خصوص مثلا به اصطلاح عسل، به خصوص نمیدونم زنجبیل و زعفران و این چای زعفران داره ظاهرا، خب اینجور چیزا رو استفاده میکنید و خود به خود نیرو میگیرید. در صورتی که نه، شما از اون 3% باشید که واقعا مشکل دارن، هیچ ایرادی نداره. اینا به اصطلاح مسائل که اینا خیلی ساده است، پیشی که پزشکی برید و این مسئله رو مطرح کنید. عموما این غذایا درمانش هم خیلی ساده است و هیچ ایرادی نداره. آخرین سوالم اجازه بده خدمتتون مطرح کنم که بیننده فرمودن 35 سال مردی به همسرش میگه سر ساعت 11 برام غذا و چای آماده کن، اما هنوز هم حکایت عوض نشده. آیا راه حلی هست برای این مورد؟ هیچ راه حلی نیست عزیز من. 35 سال بهش میگه که سر ساعت. یه مقداری شما نرم خوب باشید قضیه حل میشه. اینه که شما مثلا سر ساعت بخواید خانمی یک کاری رو بکنه و این خیلی وقت میگیره که خانم ها بتونن خودشون رو جمع جور کنن، مرتب باشن، نمیدونم. البته این صفت در خانم ها به طور عموم هست که به اصطلاح بخوان مرتب باشن، اما اینی که به اصطلاح با ساعت و دقیقه بخوای اونا رو مشغله های کاری این قضیه هست که ببینید یه چیزی به یک تصویر زیبایی خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانم ها به ما یاد داده که شیوه رفتاری ما رو یا آقایون رو مشخص میکنه. فرمودن که خانم ها طبیعتشون اینجوریه که از این به اصطلاح استخوان بالای سینه خداوند متعال اونها رو خلق کرده. ببینید از استخوان بالای سینه یعنی چی؟ یعنی از سینه جایش چی، از جای چی هست؟ جای مهمترین اعضای داخلی جای قلبه. قلب شش‌هاست. یعنی خانم شما باید روی قلب شما باشه. اما اینی که هست کجه، طبیعتش اینطوره، طبیعتش کجه و همین کجی سینه است. استخوان سینه که کجه قلب رو حفظ میکنه. اگر راست می بود نمیتونست قلب تو رو نگه داره. خب پس همین کجی هست، همین رو به همین صورتی که هست قبولش داشته باش و سعی نکن که راستش کنی، چون اگر خواستی راستش کنی میشکن. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از شما که وقتتون در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید و همچنین از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر خاص دارم و طبق به هر حال روال همیشه برنامه ما در پایان برای همه عزیزانی که در هفته‌های گذشته از دنیا رفتن بخشش رحمت و مغفرت طلب میکنیم. در خصوص خبر شدیم که در روز چهارشنبه شخصیت بزرگواری از سرزمین خراسان زمین جناب حضرت مولانا شهاب الدین به رحمت الله متعال رفتن، شهاب الدین شهیدی، و از به هر حال سرمایه‌های علمی اهل سنت کل فارسی زبان بودن ایشون که بنده افتخار آشنایی از نزدیک با ایشون رو داشتم و انسانی بسیار بزرگوار و فقیهی متمکن و مفسری چیره دست و از نوابغی که به خورشید خراسان معروف بودیم ایشون و برای ایشون از الله متعال علو درجات و رحمت و مغفرت و همنشینی با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین رو خواهانیم و همچنین برای همه گذشتگان جمع ما که در
هفته های گذشته، ماه های گذشته، در سالهای گذشته، در طول زندگی رفتن و حتی قبل از ما از امت اسلامی هر کسی که از مؤمنین و مؤمنات از دنیا رفته، برای همه این عزیزان از الله متعال بخشش، مغفرت و رحمت رو خواهانیم و بخشش همه این امت اسلامی برای الله متعال سخت نخواهد بود. برای خودمونم از الله متعال تا آخرین لحظه حیات استقامت بر مسیر توحید و حسن خاتمه رو خواهانیم. تشکر بسیار فراوان از همه شما عزیزان. تا برنامه بعد شما رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.